تو این ویدیو میخوایم ببینیم که گوشی A35 سامسونگ چه مزیت‌هایی نسبت به گوشی A25 داره و آیا این مزیت‌ها ارزش پرداخت مبلغ بیشتر برای این گوشی رو داره یا نه. دو گوشی از لحاظ ظاهری بسیار مشابه هستند به جز چند مورد خیلی جزئی. طول یا ارتفاع هر دو گوشی یکسان هست، اما عرض A35 78 میلیمتر و عرض A25 76.5 میلیمتره. همچنین در A25 اندازه صفحه نمای 6.5 اینچ و در A35 6.6 اینچه. صفحه نمایش A35 84.8 و صفحه نمایش A25 84.2% از بدنه جلوی دستگاه رو تشکیل داده. همه این موارد باعث میشه که صفحه نمایش A35 بزرگتر و البته عریض‌تر باشه. مورد بعدی بریدگی دوربین سلفیه که در A25 U شکل و در A35 O شکلی که زیباتر به نظر میرسه. هرچند همه مشخصات این دو صفحه نمایش از جمله حداکثر روشنایی، نرخ بروزرسانی و رزولوشن یکسان هست، اما در حین استفاده صفحه نمایش A35 کمی با کیفیت تر و دارای اشباع رنگ بیشتری به نظر میرسه. همچنین در مشخصات گفته شده که صفحه نمایش A35 به محافظ گوریلا گلاس وکتوس پلاس مجهز هست، اما برای صفحه نمایش A25 محافظی عنوان نشده. پشت بدنه A35 از جنس شیشه براق و پشت بدنه A25 از جنس پلاستیک براق با یک طرح شطرنجیه. در مورد وزن گوشی ها A35 با 209 گرم وزن 12 گرم سنگین تر از A25. تفاوت بعدی دکمه پاوری که در A25 بزرگتره، به این خاطر که حسگر اثر انگشت با این دکمه ادغام شده. اما حسگر اثر انگشت در A35 زیر صفحه نمایش قرار داره. هر دو تا حسگر کارکردشون خوبه، اما اینکه کدوم محل قرارگیری رو ترجیح میدید به سلیقه شما مربوط میشه. در مورد سخت افزار پردازنده A35 که اگزینوس 1380 از پردازنده A25 که اگزینوس 1280 تقریباً 15% قوی تره. هر دو گوشی با حافظه داخلی 128 یا 256 گیگابایت در بازار موجود هستند، اما در مورد حافظه رم A25 با رم 4، 6 یا 8 و A35 با رم 6 یا 8 گیگابایت در بازار موجود هستند. در مورد دوربین ها هر دو گوشی به دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی واید و دوربین دوم اولترا واید 8 مگاپیکسلی و همچنین دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی مجهز هستند. اما دوربین ماکرو در A25 2 مگاپیکسلی و در A35 5 مگاپیکسلیه. با وجود تشابه مشخصات دوربین های اصلی، دوم و سلفی، تصاویر و ویدیوهای ثبت شده توسط A35 کمی بهتر هستند. در مورد باتری هر دو دارای باتری 5000 میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ 25 واتی هستند، اما شارژ دهی گوشی A35 بهتر از A25. امکان دیگه‌ای که در A35 وجود داره اما در A25 موجود نیست، قابلیت اسمارت ویوه که این امکان را فراهم میکنه گوشی رو به صورت بی سیم به دستگاه‌هایی مثل تلویزیون‌های هوشمند متصل کنه. به نظرم بلندی و کیفیت صدای اسپیکرهای دو دستگاه تفاوت زیادی با هم نداره. مزیت بعدی A35 دارا بودن استاندارد IP67 در برابر نفوذ آب و گرد و غبار هست که در A25 وجود نداره. اما در مورد مزیت‌های گوشی A25 نسبت به A35 میتونم دو مورد رو اشاره کنم. مورد اول این که گوشی A25 دارای جک 3.5 میلیمتری صدا هست، اما A35 این پورت رو نداره. و مورد دوم این که A25 تقریباً 30% ارزان‌تر از A35 با حافظه داخلی و مقدار رم یکسانه.
برای اطلاعات بیشتر در مورد این گوشی ها میتونید ویدیوهای بررسی اونها رو که قبلا داخل کانال قرار دادم تماشا کنید که لینکش رو میتونید در توضیحات این ویدیو پیدا کنید. خب ممنون از اینکه تماشا کردید. امیدوارم مفید بوده باشه. لطفاً ویدیو رو لایک کنید. همچنین برای حمایت از من و برای اینکه ویدیوهای بعدی من رو از دست ندید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و خداحافظ.